در همین نماز استاد وقتی که خطا میکنه باید سجده سهو کرده شود و اگر همین سجده سهو هم از خاطر بروید نماز رو به اتمام رسونیم یا از سر نخونده شود استاد. این مصیبت است. سجده سهو خودش یک چیز در نماز فراموش کردید، با همون سجده سهو هم فراموش کرد. این انسان یعنی یک مرتبه دو مرتبه تکرار که شد بازگشت به سوی الله تعالی کند. اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ای الله مرا به ذکرت، به شکرت، به زیبا عبادت کردنت یاری ده. برای من عبادت را آسان کن. در تمام سجده ها در آخرهای شب همین دعا را کنند، چون که اگر این عبادت ها همین دوام کردن گیرد، بعضی برادران میگن که فلان مردم نماز میخونند ولی از حقی مردم احتیاط نمیکنند. دروغ، غیبت، دزدی، حقی کسی خوردن، این کارای کردن میگیرن، لیکن نماز هم میخونن. نمازهاشون از همون کارا نگاه نداشته، زمین نماز کمبودی دارد. اصلا نماز از کارهای فاحشه نگاه میداره، از کارهای منکر گناه نگاه میداره. الله تعالی میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز از کارهای فحشا و منکر باز میداره، لیکن باز ندارد. الله تعالی دروغ گفت، حاشا و کلا، الله تعالی پاک است که دروغ گفت. الله تعالی راست گفت، لیکن نماز نه. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که ارجع فصلی فانک لم تصلی، رو نماز خوان که تو نماز نخواندی. چخیلی که در صحیح بخاری مسلم ثابت است. یک آدم نماز خوند، آمده سلام داد، علیک گرفتن، گفتن که رو نفته نماز خوند، نماز نخوند. ویلا نماز خوند. هم چخیلی که ما نماز میخونیم، هم خیلی نماز خوند. دیگه گفتن که رو نماز خوند که تو نماز نخوندی. و نماز خوند، لیکن ارکاناشو خوب به جا نمی آورد. همین گونه نمازهای اکثریت ما همین خیلی است. از جمله آدمی که یک واجب فراموش میکند با سجده سهو در آخر فراموش میکند. یعنی این درد است، باید این تبابتش کند آدم. یک بار دو بار که الکی همین حادثه شد، بازگشت کند من چی گناه کردم که الله تعالی برای من عبادتی من برای زیبا عبادت کردنش موفق نکرد. گفته خودش توبه کند، بازگشت کند، از الله تعالی یاری پرسد. خب اگر سلام داد، همین در مدت‌های نزدیک حالی در بالای جای نماز نشسته است، به خاطرش آمد یا خست و به خاطرش آمد، در حال دو تا سجده کند، دو سجده کند و سلام دهد. و اگر مثلا الکی از مسجد برآمد، فاصله دور شد، گذشت، بعد به خاطرش آمد که سجده سهو نکرده است، دیگر استغفار کند، تمام، از نو نخواند نمازش. الله اعلم.